رسیدیم. اینجا خالی شده، یه روز پر انرژی داشتیم. اینا رو همشو با شما در میون میذاریم. و هوای خیلی آلوده، آدم‌های کثیف. خیلی خوب بود. اول از همه تشکر میکنیم از هیئت انجمن تربیت بدنی خب الان میریم به تفریحمون برسیم. نشان حاضرین اظهار به شخصا واسه من بهترین ساعتی که 6 صبح پا شدم امروز بود. خیلی خوب بود. شدم یا نه؟ خب اونجا در حال مشورتی، منم برم پیششون. خب گایز اومدیم به یه جای قدیمی که کوتر اونجا مرده بود. آشون درمیشیه جت صحنه ده. و الان میخوایم اینجا عکس بگیریم و ویدیومونو به اتمام برسونیم و بریم غذا بخوریم. ببینیم اونجا نشستن یک خانواده ایرانی اسلامی.